البته این مفید است چون که در یک جا اگر یک کادر یک چند سال کار کند اون تجربه پیدا میکند شاید در مطابق پیشروی های وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و همین چیز به ضروری شود که جای وی را عوض کند. خیر روتاسیا کادر همه وقت باشد یک آدم در یک جا شیند все равно وای میکند خوب کرده. فکر میکنید همین جایشون عوض کردن کرده؟ جایشون значит وظیفه‌شون ایوده وظیفه یا یگان کار برام پرزیدنت просто так یگان کار نمیکنه. یعنی این نفرایی که کادرای یوش جمعون اون نفرایی که کار کردند و گویا کارشون ناز بود اونا روند بهتر است. این شاید اگر مسئولیت حس کنن و کارشون پیش بردن توانن ایستان باشن ولی اگر نتوانن باید که اولیش عوض شد. البته پرزیدنت همه چیزی که فکر میکنن پیش که همش اول فکر کرده بعد کار میکنن. اکنون وایو خودشون میدونن ما فقط میگیم که همین خلق آسوده و تنگ باشد. یعنی اون راهبرای خود شما نمیشناسید؟ نه چرا کادرهای بالای و قدر هم تعیین کرده استادیان این آغازش است. حالی تا انجامش از دو سر آن جوانان آن کادرهایی که بلند اختصاص هستند سنجیده شدگی هستند اونها را نیز به سری وظیفه میارن. همین بهتر کردن کار که مثلا پیشروی شدن مقصد حاضر چخیل پیشروی ها بسیار رفته سند با فکری میفهمیدگی من علی شدن همین کادرها این همین است که مقصد پیشروی شدن است. نه کادرهای خوب حتما قبول میکنند. جای واسکوری نیستیم. این برای فایده جمعیت برای فایده حکومت جمعیت ریسپوبلیک است. کادرهای لیاقتمند من میدونم بعد من این رکتری دانشگاه ملی دیگر را بسیار کادر پرزیدنت اکادمی و علم ها کادرهای بسیار خوب هستند. ولی باید جوان ها بیشتر بیایند یا همین تجربه دارا را باید به وظیفه ها تعیین کنند؟ هر دو هم جوان های تربیت کردن در کار هم از کلانسال ها از دانشجو های استفاده بردن در کار حتما. دارو چه میگه که تجربه دارو با جوان ها تجربهشون باید سپار بگذارونن یک جایی یک بار نیست که نمیشه остается давра ба давра лекин ҷавонҳоро дастгирӣ кардам мекард. Резкая перестановка не дает эффекту. تغییرات فوری نتیجه دلخواه نمی‌دهد. تا وقتی که رهبر نو فعالیت سودآور انجام دهد با کمیش 5 سال در کار است. برای آشنا شدن با وضع کار با رهبر نو تا 8 ماه در کار است. بعد کی وی راهبری میکند؟ А когда же он будет руководить? این به من دخل ندارد. می‌بخشید.